سلام، حال شما خوبید؟ خدا قوت، خدا قوت. امیدوارم عالی باشید. خب من موضوع لایو رو بنویسم. موضوع ما چیه؟ موضوع لایو نحوه راه افزایش سواد عاطفی. موضوع ما آخر لایو چی؟ هدیه میلیونی داریم که حتما تا آخر لایو همراه باشید. سلام سلام سلام، خوبید؟ لایو های ما روزای شنبه و چهارشنبه ساعت 6. بچه ها خوش اومدید. همین الان سریع اینو بفرستید واسه چند تا از 3 تا از دوستاتون. پایین دست راست فلش هست، واسه 5 تا بفرستی بهتر، 10 تا بفرستی شگفت انگیز، ولی حداقل واسه 3 نفر بفرست. هیچ اتفاقی نیست. همونجوری که شما اومدید تو این پیج فقط ان لطف خدا بوده، هدایت شدید که من بتونم بهتون کمک کنم. شاید شما هم یه وسیله‌ای باشید واسه دوستاتون کمک کنید که هدایت بشن به این مسیر. مرسی. من عالیم. خدا رو 1000 مرتبه شکر. امیدوارم که شما هم عالی باشید. خدمت شما عرض کنم که موضوع لایو ما که نوشتم افزایش سواد عاطفی، در رابطه باش صحبت میکنم. ممنون میشم تو تایمی که صحبت میکنم سوال نپرسید. میتونید با این استیکر پیروزی فقط به من انگیزه بدید. اگر مفید بود واسهتون خوشحال میشم. و اینکه آخر سر 5 دقیقه 10 دقیقه آخر میتونید سوالاتتون رو بپرسید. سوالاتی که مرتبط با موضوع لایو باشه من جواب میدم حتما. از تو بیمارستان درود بر شما. عالی هستی. همینه دیگه، آدم بخواد واقعا وقت میذاره، هیچ بهانه‌ای هم نمیتونه مانعش بشه. میگن کسایی که هدف دارند، انگیزه دارن، هدفهاشون قوی تر از بهانه هاشونه. به این صورت. خب چطور؟ اول بگو فرستادی واسه 3 نفر یا 5 نفر دوستی که گفتم ارسال کردی یا نه؟ درود بر شما تو باشگاه. مرسی از اون عزیزایی که این کار رو انجام دادن، لطف کردید. چطور سواد عاطفی رو ببریم بالا؟ ببینید قبلا هم گفتم، بازم میگم، یک حقیقت داریم، یک واقعیت. حقیقت اینه که ما هر باوری داشته باشیم همون باور تو زندگیمون رخ میده، طبق همون باور اتفاقا رقم میخوره. ولی واقعیت اینه که اون باورها باعث میشه همون اتفاقا رو دور و برمون ببینیم و هی زیاد میشه و میگیم ببین این واقعیت زندگی. از موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما واقعیت های زندگیمون رو رقم بزنیم. واقعیت های زندگی حاصل همین باورهای ماست، اینجوری بگم بهتره. پس هر اتفاقی تو رابطه عاطفی داره رقم میخوره، بچه‌ها ببخشید قطع شد، نت ضعیفه. وقت بذاری آموزش ببینی و اون طرحواره ها رو تغییر بدی، باورات رو تغییر بدی. فکر کن مثال میگم 20 سالته، 20 سال فکر کن یه بیلچه داشتی، یه چاهی رو کندی. خب بخوای پرش کنی چقدر زمان میبره؟ تقریبا و منطقی و اصولا بخوای با منطق حسابش کنیم باید 20 سال زمان ببره دوباره اینو دونه دونه برداری بریزی توی جاش دیگه، درسته؟ ولی من میگم با آموزش درست میتونی با 10% تایمی که اون چاله رو کندی پرش کن. اون آموزش درسته رو من میتونم راهنماییت کنم، کمکت کنم. یعنی در عرض 1 سال 2 سال کل باورهاتو تغییر بدی. این واقعیته بچه‌ها. من نمیخوام توهم بدم بهتون که بیا یه هفته اینجوری شو، یه ماه یه آدم دیگه ای شو، 2 ماه
موفق ترین فرد شو، اینا اشتباه. خب باید زمان بذاری تا این طرحواره ها دوباره برنامه‌ریزی بشه، ناخودآگاهیت از نو برنامه‌ریزی بشه، باورهای درست جایگزین باورهای اشتباه بشه. وقتی باورها در زمینه روابط عاطفی تغییر کنه، سواد عاطفیت بره بالا، متقابلا عزت نفست رو تقویت کنی، اون موقع نتایجش رو تو زندگیت میبینی و لمس میکنی. درستش اینه، ولی باید بیای آموزش ببینی. شنیدی میگن رابطه عاطفی، تو رابطه عاطفی باید تعمیر کردن یاد بگیری نه تعویض کردن. بله این خوبه، به طرف بگی آقا این رفتار داری، ممنون میشم رعایت کن، ولی 99% باید خودت تعمیر بشی به قول گفتن. خب من نمیگم طرف مقابل آدم خوبیه و رفتارش اشتباه نیست، کاراش اشتباهی، ولی تو باید از خودت سوال بپرسی چرا این آدم وارد زندگی من شده؟ چرا بقیه روابط عاطفی درستی دارن ولی روابط عاطفی من مسئله داره؟ این همیشه از خود سوال بپرس. نه اون شانس داره. شانس یعنی چی؟ اگر بخوایم شانس رو در نظر بگیریم باید عدالت خدا رو زیر سوال ببریم دیگه، که این بنده تو رو خوش شانس آفریده، اون یکی رو بد شانس آفریده. یعنی چی؟ مگه خدا عادل نبود؟ پس عدالت خدا درسته. طبق همون قانونی که گفتم، حقیقت این عدالت خدا رو میرسونه، 100% عادله. سپرده در اختیار خودت. اختیار انسان یعنی همین، یعنی هر باوری داشته باشی همون رو تو زندگیت میبینی. این یعنی عدالت خدا. در کنارش باید عزت نفست هم ببری بالا، باورات رو درست کنی، سواد عاطفیت بره بالا، ولی خود باوریت مسئله داشته باشه باز به مسئله میخوری. چرا؟ خود باوریت مسئله داشته باشه نادیده میگیری خودتو، توجه زیادی میکنی، بی توجهی میبینی، از طرف بت میسازی، بعد با دستای خودت باید همون بت رو خراب کنی. متوجه شدی؟ حس ضعف میدی، ارتعاش ضعف میدی به طرف. این حس رو میدی که من همیشه هستم، هیچ وقت دیگه ترس از دست دادن تو رو نخواهد داشت. همه انسان ها، چه خانوم چه آقا، فرق نمیکنه، وقتی ترس از دست دادن طرف مقابل نداشته باشه بهش بی‌توجهی میکنه. اینو یادت باشه. و اون طرف مقابل با رفتاراش اجازه داده که این شرایط فراهم بشه. یعنی تو اجازه میدی که تو با ارتعاشت، با افکارت، با ترسات این شرایط فراهم میکنه که طرف بهت بی‌توجهی کنه یا حتی خیانت کنه. یک حاصل باورهای خودته، کلا حاصل باورهای خودته. یک، باورهای درست در زمینه روابط عاطفی. دو، باورهای درست در زمینه خودباوری که میشه زیر مجموعه و زیر شاخه‌های عزت نفس. تو این دوتا جنبه باید رشد کنید. چجوری رشد کنیم؟ چه آموزشایی ببینیم؟ خبر خوب دارم واسهتون. استوریای من امروز دیدید؟ حتما پیشنهاد میدم تو این دوره عشق آتشین شرکت کنید. زمانی که ثبت نام باز شد، قیمت دوره 1,500,000. جادوی عزت نفس هم 1,500,000. 3 تومن این دوتا دوره رو میتونید تهیه کنید. و البته ما هر چند وقت، هر ماه، تقریبا هر یه ماه یا هر 2 ماه یه جشنواره فروش داریم با قیمت خیلی مناسب. فقط با 495 تومن این دوره ها رو من ظرفیت باز میکنم واسه محدود، تعداد محدود، 100 نفر 200 نفر. ماه پیش حالا یکم بیشتر بود ظرفیت، این ماه باز کمتر میشه. و اینکه حتما ثبت نام کنید، این فرصت از دست ندید. 1 ماه هست با مبلغ خیلی مناسب که بیا شرکت کن، تغییراتت رو لمس کن. اگر دیدی تغییر کردی ادامه بده، سرمایه گذاری کن رو خودت. بعد ببین علاوه بر روابط عاطفی و عزت نفست که میره بالا، تو جوانب دیگه زندگی چقدر رشد میکنی. چرا؟ چون اینا ریشه هستن، اینا پی ساختمان وجودی شخصیتت هستن. وقتی پی رو ریختی بعد برو جلو. تا زمانی که عزت نفست مسئله داشته باشه، خود باوریت مسئله داشته باشه، روابط عاطفیت مسئله داشته باشه، تو جوانب دیگه زندگیت نمیتونی به جایگاه‌های خیلی بالایی برسی. چرا؟ چون عزت نفس یعنی همه چی، خود باوری، نوع نگاهت نسبت به خودت. روابط عاطفی هم که
بیشترین تأثیر رو توی احساساتت داره و این دنیا هم بر پایه احساس. حس خوب مساوی اتفاقای خوب، حس بد مساوی اتفاقای بد. همه فکر میکنن یه اتفاق خوب بیفته حسشون خوب میشه. نه، این اشتباهه. هر موقع حست خوب باشه اتفاقای خوب رقم میخوره و روابط عاطفی تأثیر مستقیم داره روی موضوع. اگر روابط عاطفی بد باشه، ضعف داشته باشه، حست همیشه بده، یکی از مانع‌های تو میشه تو موفقیتت. اگر روابط عاطفیت خوب باشه، متقابلا حست عالی میشه و باعث میشه موفقیتات تو زندگیت بیشتر بشه. کیا اینو لمس کردن تو زندگیشون، تجربه کردن؟ اینجا بگن، بقیه هم ببینن. نت یاری کن جون اینا. نوشته نت یاری کن جون ما. جون ما، جون منم نگفته، جون ما. جمع میبندی؟ خب این عزیزایی که دارن می‌نویسن ببینید تجربهش کردن. بچه بودا، یارو آدم موفقی هم بوده، توی جایگاهی پیش رفته، حالا یه مسائلی پیش اومده، عزت نفسش لطمه دیده، بعد باعث شده تو روابطش به مسئله بخوره، با کله اومده پایین، هر موفقیتی داشته از دست داده. و متقابلا آدم‌هایی بودن که از اول عزت نفس پایین بوده، روابط عاطفی بلد نبوده، تو زندگیش هم نتونسته رشد کنه. و متقابلا بوده دانشجوهایی که تو این زمینه خودشونو تغییر دادن، رشد کردن و بعد موفقیتاشون بیشتر شده. همه جوره داشتیم. خب خدا رو شکر این همه شاهد، این همه عزیزایی که نوشتن من و تجربه کردن، لمسش کردن. این دوره شگفت انگیزه. تو این دوره میتونی نتایج عالی بگیری. پیشنهاد میکنم حتما استوریا رو دنبال کنید. ما یه جشنواره داریم به زودی، من اعلام میکنم تو این جشنواره شرکت کن، فرصت رو از دست نده. خب الان تو این چند دقیقه تا 7-8 دقیقه هر سوالی دارید که مرتبط با موضوع ما باشه، مرتبط با موضوع لایو امروز باشه، بپرسید، من جواب بدم. سوالاتی که مرتبط نباشه به من جواب نمیدم. یعنی سوالات این باشه که چجوری سواد عاطفی رو ببریم بالا. به قول گفتنی میتونیم بگیم سوالات بیشتر در رابطه با این باشه که چجوری این موضوع رو در خودت حل کنی، چجوری آموزش ببینی، چجوری خودت رشد بدی، چجوری خودت ارتقا بدی. بهتره که فاصله نندازی بین دورات. عشق و نفرت بعد دیدن خیانت صحبت کنید. یعنی چی از دنیای عشق و نفرت؟ بله، نباید رها کنید. سواد عاطفی به سنم بستگی داره. بله، سن چقدر بره بالاتر احتمال داره باورهای اشتباهی بیشتری داشته باشی و سخت‌تر یه مقدار تغییر میکنه، ولی غیر ممکن نیست. چجوری آموزش بدیم به خودمون؟ شما که نباید به خودتون آموزش بدید، من باید به شما آموزش بدم. و بهتون گفتم دوره عشق آتشین که فوق‌العاده است، اگر تو جشنواره شرکت کنی در کنارش عزت نفس هم داشته باشی، شگفت انگیز. روزایی که حال دلم بده باید چیکار کنم؟ یه تکنیکایی هست باید یاد بگیری که بتونی مدیریت کنی احساستو. تو دوره ها هستش. ذهنم مسموم شده، همین دیگه، به خاطر باورهای اشتباهی که داری. باید یاد بگیری که این بار احساسی باورهای اشتباه از بین ببری و بعد باورهای درست با آموزش درست و تکنیک ها و همراهی پشتیبان ها جایگزین کنی. ببین هر رفتاری که طرف مقابل میکنه عاملش خودتی، به درون خودت رجوع کن. بله، تو روابط عاطفی باید بتونی حس تعادل رو رعایت کنی. درست متوجه شدی؟ و اون زمانی اتفاق میفته که عزت نفست رفته باشه بالا. عزت نفست بره بالا میتونه اینو مدیریت کنی. چقدر روی خودمون کار کنیم آخر همون هستیم که هستیم. اگه باورت اینه که اینه، اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بشین که نتوانی. چیکار کنم عزت نفسم بره بالا؟ تو این دوره جادوی عزت نفس و عشق آتشین شرکت کن. یه هفته 10 روز دیگه جشنواره فروش داریم، تو استوریا اعلام میکنم. حالا به شما الان گفتم یه هفته 10 روز دیگه حتما شرکت کن. اولویت شوهرمون باشه. زمانی که تو عزت نفست بره بالا، خود باوریت بره بالا، خودت اولویت اول خودت ببینی، شوهرت هم تو رو اولویت اول خودش ببینه.
خدا بیامرزه. خب دیگه یه خاطره بد داری، باورهای اشتباهی واسه ثبت شده، باید اینو پاک کنی، بار احساسی منفیشو، و باورهای درست رو جایگزینش کنی. خیلی فکر میکنم چیکار کنم باید بتونی ذهنتو مدیریت کنی. با کسی که 1 ماه نرسیده زیر قولش میزنه چیکار کنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. ببین شما نمیتونی اون طرف رو تغییر بدی مگر تو یک بازه زمانی طولانی با تغییر خودتونم تغییر میکنه. خب وگرنه اینکه بخوام چرا من شکلی شدم فیلتر اومد رو این چیه؟ من هیچ فیلتری نزدم چرا این شکلی شدم؟ روژه لب زد والله خودش فیلتر زد فکر کنم. بالا ستاره رو بزن فیلتر. کدوم ستاره؟ رفت دستم خوردم. فاصله سنی بهتره زیاد فاصله نداشته باشه. حالا اگه بودم با هم تفاهم داشتید مسئله نداره. استرس هم کم بشه، عزت نفست بره بالا، استرست کم بشه، آرامش درونت میاد بیشتر میشه. آموزش میخوای عزت نفست بره بالا، دوره عشق دوره جادوی عزت نفس، میخوای سعادت عاطفیت بره بالا، دوره عشق آتشین. این دوتا مکمل همدیگن، به خصوص عزت نفس. عزت نفس ریشه است، عزت نفس قدم اوله. بخندید اصلا فیلتر فوق‌العاده‌ای بود. علامت باشی. مرسی شما دوسته. یه بار دیگه بزنم روش. خوش آمد. دیگه نمیشه بچه ها. من همیشه که تو سفر نیستم، قبلا خیلی تو سفر بودم، الان کمتر، ولی خب در کل بخوایم بگیم سفر بله زیاد میرم. نشد فیلتر. خب نظر چیه؟ بریم سراغ قرعه‌کشی. اول یه نکته، آقا بچه ها سوال میپرسن چجوری عزت نفسمون رو ببریم بالا، چجوری رابطمون رو درست کنیم و عزت نفسمون بره بالا. گفتم دوره عشق آتشین و سواد دوره جادوی عزت نفس، این دوتا مکمل همن. و یه سوال دارم از اونایی که تو دورهای من بودن، چطور بودن؟ آیا عزت نفستون رفته بالا؟ آیا روابطتون عالی تر شده؟ این جواب سوالو میخوام دانشجویی که تو دوره من بودن جواب بدن. جواب بدید که بقیه منتظرن. منم هر تعداد پیامتون رو بتونم میخونم. بی نظیرن دورا، خدا رو شکر. دیگه بچه ها بله که ممنونم، ولی بنویسید، نظرتون رو بنویسید. کلی تغییر داشتیم، خدا رو شکر، واقعا عزت نفسم بالا رفته. احسن شما. دیگه باور کنید قطعی دست من نیست. یک دوره تغییری در شما ایجاد میکنه، ولی اینکه بخوای 100% یه آدم دیگه ای بشی، نه، باید ادامه بدی دیگه، باید استمرار داشته باشی. خیلی تغییر کردم، خدا رو شکر، تا حدودی حالم بهتر شده. تازه دوره رو شروع کردم، خدا رو شکر. اگر ادامه بدی عالی تر میشی، خیلی خیلی زیاد. به عالیه. دوره عزت نفس بسیار عالی بود، خدا رو شکر، و پیشنهاد میدم ادامه بدید بچه‌ها. هر چقدر ادامه بدید عالی تر میشه. درود بر شما، عالی است دورا، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما هم عالی هستید، ممنونم. عالی عالی، مرسی. 80% مسائلم حل شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. جسارت و جرأتم بالا رفته، عالی 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 بود، خدا رو شکر.
فوق العاده انرژی مثبت بالایی دارن تک تک حرفاتون. مرسی، خدا رو شکر. دورا عالی بود، خیلی تغییر دیدم تو زندگیم. به 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 به، حالم خوب شده، خدا رو شکر. الان خیلی بهترم. عالی عالی عالی. شما هم فوق العاده اید، دورا فوق العاده ان. مرسی مرسی مرسی. خب ببینید بچه‌ها، این عزیزایی که شرکت کردن، بله تازه فهمیدم باید خودم دوست داشته باشم. همش همینه، استارتش از اینه، استارتش از اینه. من عالی شدم، حالا عالی تر هم میشید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. مرسی، شما هم عالی هستید. خب نظرتون چیه؟ بریم سراغ قرعه کشیه. میخوام 2 700 بدم، جایزه 2 700. نظرتون چیه؟ مبلغ رو بردم بالا، حالشو ببریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. بله من فایل رو کوتاه کردم و خیلی سعی کردم خلاصه و مفید و دوستانه بگم که لپ مطلب رو که آموزش ببینی، نه اینکه حاشیه برم. درود بر شما. ادامه بدید، چقدر ادامه بدید نتایج عالی تری میگیرید. در مورد رابطه که لایو میذارید، هم با قیافم شبیه استیکر بشه. الان تو لایوی، بعد لایو هم درباره روابطه، بعد میگی درباره روابط که لایو میذاری. خیلی خوبی. خب کی باور داره که میتونه خود باوریشو ببره بالا، عزت نفسشو ببره بالا، سواد عاطفیش بره بالا و بهترین ها رو تو زندگی خودش واسه خودش رقم بزنه؟ خودش هم میخنده. هر کی باور داره که میتونه بنویسه من میتونم. لایوهای ما شنبه ها و چهارشنبه هاست ساعت 6 عصر و تمام لایو های من در رابطه با روابط عاطفی هستش، یا عزت نفس یا روابط عاطفی، که عزت نفسم زیر شاخه واسه تمام مسائله، یعنی تو همه جوانب زندگی تاثیر داره، به خصوص توی روابط عاطفی. به خاطر همین عزت نفس همیشه توی مطالب آموزشی من هست و روابط عاطفی. اینا پی ساختمون هستن. اینا رو اوکی کنی، تو جوانب دیگه زندگیت هم رشد می‌کنی، روی کسب و کارت، رو درآمدزاییت، رو معنویاتت، رو همه اینا رشد می‌کنی. شما بنویس من میتونم و همونجوری که من توضیح میدم شما من میتونم ها رو بنویسید. و به جرئت میگم بهترین دوره آموزشی رو ما داریم تو کشور تو این زمینه. چرا؟ پشتیبانی فوق‌العاده است. پشتیبانی شگفت انگیزه. پشتیبانی که ما داریم هیچ کس نداره. و بیای قشنگ تغییرها رو حس کنی، لمس کنی. تو الان پشتیبانای ما کوچ میکنن، فقط جواب سوال نمیدن، همراهتن. تو الان بری بخوای یه کوچ بگیری، یه کوچ تازه کار معمولی ازت ماهی 4-5 تومن میگیره. اینجا به صورت رایگان داری کوچ میشی توسط پشتیبانای ما. خیلی ارزشمنده. اینم به خاطر اینه که اولویت اول ما اینه که شما نتیجه عالی بگیرید. کوچای بسیار دلسوز و همراه و کسایی که هم تو این زمینه کلی تجربه دارن هم عشق دارن. شما هم عالی هستید. خب بنویسم میتونم و ببینیم. خب شانس برنده شدنه کی بیشتره، کی برنده میشه. اینجا فیلتر پیدا کردیم، آپشن جدید این است. آتیش گرفتم. هر کس
ننویسه من میتونم، هر کس همراهی نکنه، هر کس تو دوره ها شرکت نکنه آتیشش میزنم. عشق آتشین قرار اینجوری آتیش بزنه عشقتون، روابط عاطفیتون. چقدر جالب. زنگ بزن آمبولانس، آتش نشانی نه آمبولانس. از من دستم اینجا خورده بود که اون فیلتر اومده بود. ببینیم اینا چی هن؟ کنجکاو شدم. مراقب باش. دیگه بدتر از اینه که روژ لب بشه. چی مراقب؟ شما بنویس من میتونم. چشه خدا رحم کنه، دارم دونه دونه میزنم، بعضیش عوض نمیشن. برابر نت. شما هم میتونم رو بنویسید. یه بعد برم میزنم. خودم اصلا بهترم اینجوری. خب عالی هستی، عالی هستی، عالی هستی. بریم قرعه کشی نفر اول. 1 2 3. ببینیم کی برنده امروز. خب خانم آیدی ماه آندرلاین 20777. آقا امروز استثناء دارم 2 تا 700 میدم. آقا من جایزه هم همیشه 2 تا 500. خدا رو شکر که همیشه حالتون خوب بشه. دوباره بنویس. کی میتونه عزت نفسشو ببره بالا، بعد روابط عاطفیشو درست کنه، سواد عاطفیشو ببره بالا و بعد تو تمام جوانب دیگه زندگیش رشد کنه. من بچه‌ها رو کمک میکنم، اونایی که اومدن عزت نفسشون رفته بالا، بعد سواد عاطفیشون رفته بالا، بعد کمکشون کردیم ادامه دادن رسالتشون پیدا شده، بعد کمکشون کردم کسب و کار رو انداختن، یا اگه کسب و کار داشتن که کمکشون کردم درآمدشون بره بالاتر. در کنار همه اینا به صورت ناخودآگاه و معنویاتت بیشتر میشه، ایمانت بیشتر میشه. زندگی همینه. روابط عاطفی درست، کسب و کار خوب، درآمد بالا، معنویات خوب، سلامتی. همین اینا اوکی باشه تمامه. تو خوشبختی، تو ثروتمندی. سلامت بشه خانم پیری عزیز. خب کی میتونه؟ مرسی، شما عالی هستید. آها احسن. بنویس من میتونم. چقدر بیشتر بنویسی شانس برنده شدنت بیشتر میشه. ولی من بهترینم. خوبه بس خود تکرار کن. ولی الان من میتونم بنویس. روز چهارشنبه هم ساعت 6 عصر یادتون نره دوباره لایو داریم. دوباره هم قرعه کشی. بعضی وقتا اینجوری حسم میگیره میخوام هی جایزه بدم. این هفته 2 تا لایو پشت سر هم میخوام هدیه بدم.
آره. خب دیگه کی میتونه؟ درود بر شما. دیگه کی میتواند و باور دارد که میتواند؟ عالی هستی، آفرین. من میتونم بهترین ها رو داشته باشم. شما قطعا میتونی، به شرط اینکه خودتو لایق بدونی، خودتو ارزشمند بدونی، این من میتونمه درون خودت تقویت کنی. همین هم یه تمرین، همیشه گفتم همین هم یه تمرینه. من کامنتش که ریموو نکردم. و نمی کنم. کامنتش که ریموو نکردم و نخواهم کرد. عالی هستید، عالی هستید، عالی هستید. حالا نت ضعیفه، نزدیک 100 نفر تو لایو هستید، عالی هستید. وگرنه فکر کنم تعداد 4-5 برابر می شده. نمیذارم، همه چی به خودت بستگی داره، بقیه رو ولش کن. باورات رو درست کنی دنیا تغییر میکنه. همه چی باور انسانه. من کمکت میکنم تو این دوره ها باورات رو تغییر بدی. دوره عشق آتشین و جادوی عزت نفس واقعا جادو میکنه. این دوره جادوی عزت نفس جادو میکنه. عشق آتشین هم که سواد عاطفی تو میبره بالا، دیگه میتره کنی. خب بریم سراغ نفر دوم. خوش شانس بعدی. اسکرول میکنیم ببینیم کی برنده میشه. من میتونم. آیدیتون چقدر سخته. کجا رفت؟ ایشونه. این آیدی پروفایل سبز رنگ خانم اعظم گنجی خانلو یکم سخته چون پشت من سبزه، ایشونم پروفایل سبز افتاده رو چهره من. این برنده های عزیز دایرکت شماره کارت بدید، واریزیتون انجام بشه. بعضی وقتا هم تو استوریا من جایزه میذارم، هر هفته یه بار معمولا میذارم، 2 بار. استوریا رو دنبال کن. مهمتر از همه این لایف ها نکات آموزشیشه، استوریا نکات آموزشیشه، در کنارش حالا این هدایا هم من میدم به عنوان کمک هزینه شرکت توی دوره. حالا امروز استثناء 700 دادم ولی معمولا 500 میدم که چون تو جشنواره من تخفیف ویژه میذارم که بتونن بچه‌ها شرکت کنن. خیلی عالی هستید، مواظب حال دلتون باشید. اتفاقا آیدیت خیلی طولانیه. شب خوبی داشته باشید و بدرود. بله مبارکشون باشه. خدا نگهدارشون. تا چهارشنبه ساعت 6 منتظرم.